دوستان وقتتون بخیر. دستگاه تستر شبکه برنده و شبکه است که میخواد تستش سرور نقشه کنیم. خب بیایم برای انجام کارش. حالا ما این قسمت دستگاه رو میذاریم پورت شبکه اینجا. بعد دستگاه رو با حالت ردیاب فعال میکنیم. روشن میشه. حالا با استفاده از این میریم سمت سرور. با این استفاده این دستگاه میخوایم پیداش کنیم. روشن میکنیم روبانه. این دست صدا میده. پس یعنی پورت شماره 3 همین راحت.